سال پیش توی همچین نور و همچین تونلی رفتیم شمال روز اول عید. 1 ساعت بعد از سال تحویل. 1 ساعت بعد از سال تحویل. الانم داریم میریم شمال. 7 روز مونده به سال تحویل. 1 هفته قبل سال تحویل. طلوع میبینیم این بر نور ماه کامل. پس از تلاش‌های بسیار رسیدیم اقامتگاه. توی سویت پرتقاله، توی همچین باقی درختای پرتقال. یا آتیش روبرا کنی و بری واسه کباب بازی. چون ماهیه که خریدیم داره تبدیل میشه به قطا. لیمویی که شیرین بود و ما دیگه الان لیمو نداریم بزنیم تو این. سالگردمون رو داریم جشن میگیریم. 2 سال شد. دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. سال جدید پر از اتفاق قشنگ باشه. قشنگ‌تر از تو دیگه چه؟ بود کنیم. بیا 1 2 3. جاده رو دارن آسفالت میکنن واسه رسیدن به رستوران خاور. خب نه ما قرار 10 دقیقه پیاده بریم. امیدوارم که اونقدر که تعریف میکنن خوب باشه. خب ما رسیدیم. یه دونه از اینا خریدیم برای خونمون که توش چیز بپزیم خورشت.